سوال دیگر میگن بعد مردن زن چند روز بعد زنگیری درسته یا بعد شوهر مردن چند روز باید اجازت های؟ اگر به شرطی که زن ای دنیا میگذره برای مردک روز معین نشده است. برای مردک روز معین نشده است. یعنی وقتی میبرد در خاک میمونش، هر زمانی که مردک اگر زن بگیره حق داره، حتی همون روز وفات زنش اگر زن بگیره حق داره. اگرچند این کارها که در مردم ما تا این روز اولی الله داناهای کسی نکرده است، لیکن من فتواش برای شما بگم یا حکم خدا پیغمبر بگم که اگر همون روز زن بگیره مردک اجازت هست. ولی در ذهن این مردم ما یک وقتا یک گپ بود که تا سالی زنه که نتا مردک زن گرفتن در حق نداشته. با یک کار دیگه برآورده بودن که میره بالای قبر همون زنش در که بعد 1 سال گذشتن یگان سطیل آوی یگان قربای آوی خنکه میبرده در بالای قبر میریخته، دلی او خنک میشیده، بعد این میامده زن میگرفته. این همه یک سفسطه، همه یک چیزهای باطلی بیهوده بی‌معنی هستند. این از پیش خودمان انم طریق هر یک مسئله را گذاشتیم که انم بدبختیش امروز اینا به ای آورده است که حتی دیگر در کورپچه زن مردگی شیشتن نمیمونند. از همین لحاظ مردک حق دارد که هر زمانی که زن میگیرد اجازت ہے، هر زمانی که خواهد. لیکن برای زن از بس که شریعت حرمت مردک در نزد زن خیلی بالا گذاشته است. در سوره بقره آیت 234 الله مهربان میگد که وقتی که مردک ای دنیا گذشت، زن 4 ماه و 10 روز بعد میتونه که شوهر کنه. یعنی 4 ماه و 10 روز میگذرد بعد میتونه که شوهر کنی، خواه زنی جوان باشی خواه زنی پیرانسال باشی. لیکن اگر به شرطی که وقتی شوهرش گذره و همین زنک حامله دار باشه، در اینجا مهلت عده‌اش همون تولدشه، همون شکمشه که تولد کرد، بعد او همون نفاسی که میپاید بعد از اون میتونه شوهر کنه. برای زنهایی که مثال حیض نمیبینن، نه که شوهرشون طلاقشون میکنن، یکان ناآمدی میشود طلاقش میکنن. زنی که حیض نبیند برای اینها 3 ماه نگاه میکنن، شوهر میکنن. برای زنهایی که اگر حیض میبینن برای اینها 3 حیضه. همین در چی مدتی که 3 حیضه ببینن اینها هم میتونن بعد رفته شوهر کنن. این است جواب این سوالی که در پیش من.